حالا اینجا رو گوش کن. همون بودم مامانم اومد در رو زد، گفتم چیه؟ گفت چایی میخوری؟ گفتم سج تو این هوا چایی میخوره؟ اومدم بیرون دیدم که شوهرم لم داده به کاناپه، چایی دستش خوشش زده. تو دیگه نخند ابراهیم. پارسال ولنتاین برای زیتش آیفون گرفته بود، برگشته و گفته بود مرسی داداشی. خود حامد هفته پیش وارد یه دونه رابطه عاشقانه شد، بعد دید ایشی توش نیست خارج شد. هی کجا داری میری گوشتلخ؟ دارم میرم خونه. خونه برای چی؟ حال مالم خوب نیست، اصلا میزون نیستم. فکر کنم از این مریضی جدیدا گرفتی، شب باید ببرمت دکتر. بیا حالا یه دونه جوش بگیر. نرو عطاجه. بچه ها داشتم میگفتم یه روز شوهرم بفرمایید. سلام، خوش اومدید. بفرمایید بشینید. خب بیمار کدومتونه؟ برادرم هستن، ولی من گفتم شاید بخواین نجاهش دارین، گفتم منم بیام باش بمونم. بفرمایید بیرون آقا. سن الله بذار حداقل نگاه کنم. خب مشکلتون چیه؟ خانم دکتر، میدونین به چی میگن رکب؟ نه. میدونین به چی میگن ضد حال؟ نه. میدونین کلی منتظر باشی تا یه چیز رو به دست بیاری، اما چی؟ خب یه دقیقه خفشی میگم. بیا اینو بخور یکم آروم شی. چی میگی؟ دکتر عفت کلام. دکتر وقتی تموم زندگیت میشه یه گوشی با کلاس، میری 70 تومن میخری، ولی همون گوشی رو داشت میره پیج رویال موبایل میخره 6 تومن که با اون گوشی که من خریدم اصلا مو نمیزنه، 24 ماه هم گارانتی داره، رنجمندیاش هم کامل داره، ارسالم داره. ببین میگه رنگ بندیاش هم کامل داره. اگه من اون گوشی رو 70 خریدم این 6 خریده، من چرا گرون خریدم دکتر؟ الان من باید دهن کی رو سرویس کنم دکتر؟ دکتر جون ناراحت نباش، جون چشات، شب میخوابم، صبح که بیدار میشم میفهمم چه بلایی سرم اومده، دوباره میخوابم. دکتر باورت میشه بعضی وقتا وسط خنده هم گریه میکنم. اسکرین شات میگیره وسط. کاملا مشخصه که شما افسرده اید. تا حالا درمانی هم انجام دادین؟ اسمارتیزی منم میخوام. یه مدت صبحونه نهار شام شده اینا. تو چشام میشه نگاه کنی بگی چی میبینی؟ تو چشات هیچی نمیبینه. برو اون بر نبض منو بشینید. نبض منو خانم دکتر میگیری دست سلام. بشین آقا سر جات لطفاً. وحشی چو پندوزه. شما باید یه مدت تو آسایشگاه ما بستری بشین. منم میمونم ها. شما که سالمی. باشه پس شما هم باش بستری شین، بهتره به نظرم. توی دروازه. منم میمونم. بجون برو خب بذار ما هم نگاه کنیم ببینیم چه خبره. برو وایسا ته صف خود متوجه میشی. دیوونه است فکر کنم. آره دیگه یا برو دیگه دنبال چی میگردی؟ برو دیگه. خب اینجا که چیزی نیست مرد حساب. اینجا چیه الان؟ عمو ما 20 سال اینجا داریم نگاه میکنیم هیچی متوجه نمیشیم. تو فوری اومدی میخوای با یه بار نگاه کردن متوجه بشی؟ برو آقا برو ته صف وقت ما رو هم نگیر. اینا با این هوش و حواسشون چرا بورسیه آمریکا هم گرفتن؟ عمو چیکار داری میکنی؟ دارم در میزنم. شاید خونه نباشن. چرا خونم؟ برای نمید چراغاش روشنه. همون ناموسم بیا در رو وا کن، شاید همون کار واجبی داره. بیا در رو وا کن.
داداش مشی گناه داره نزنش بابا. حاجی چرا میزنیش؟ خودم هم نمیدونم چرا میزنم. من میدونستم که میکشتمش. بریم دخالت نکنیم. عمو مطمئنه اگه دستت وردی غرق میشم؟ عمو جون خیالت راحت، تو ریلکس باش، بقیه‌شو بسپار به من. بیا بریم دیگه، بد آموزی داره، جیم تیوی شد. برو. اما قربونت برم دنبال چی می‌کردی؟ قرصامو گم کردم. قرصاتو؟ بله کجا گم کردی عمو؟ تو اتاق. تو اتاق گم کردی اینجا رو میکردی؟ اینجا تاریکه، اینجا وقتا روشن میگردم بلکه اینجا گیرش بیارم. بعدات چه مزاحمت نمیشیم بگرد. میگم جای دوستان تو المپیک خالی بود امسال. همش هم فورهند دارم میزنم. بیا مشی گلی اون تو چی کار میکنی؟ آب اینور بیشتره دارم میریزم اونور یکیشه. ادامه بده باش ادامه بده. همتون جمع شید اینجا. ما بلد نیستیم جمشیم، ما منها میشیم. همتون جمع شید اینجا. جمشید نیست اکبره. خب بچه‌ها گوش کنید، میخوام باهاتون صحبت کنم. میخوام یه آزمایشی بگیرم. هر کی این آزمایش قبول شه یعنی سلامتیشو به دست آورده میتونه بره پیش خانواده‌اش. برو ببینیم بابا، از خانواده فقط برای ما نوشابه رسیده. خوب گوش کنید. اگه بد گوش کنیم چی میشه؟ کی میتونه با این آبکش آب استخر رو خالی کنه؟ نشیدین چی میگه؟ کسی نمیخواد امتحان کنه؟ تو چرا کاری نمی‌کنی؟ جناب رئیس کنم این دعاشمون اوکی شد. رئیس به ما نمیفهمیم. با این آبکش نمیشه آب استخر خالی کرد. آفرین. چرا نمیشه اون وقت؟ آخه این آبکش کوچیکه. یه آبکش بزرگتر بده 1 ساعت خودم آب استخر رو خالی میکنم. داداشمی مشتی. من گاندی ام، رهبر کبیر هند. منم لئولاردو دیکاپریولو، برنده 3 جایزه اسکارم. من خوشبختم دیوید بکامم. منم خوشبختم کریم باقریم. تو کی هستی؟ خودت معرفی کن. منم میمون چیتوزم، اینم موتورمه. تو کی هستی؟ خودتو معرفی کن. من حامد تبریزی ام. دروغ نگو بابا، من کلیپاشو قبلا دیدم کل خندیدم. تو حامد تبریزی نیستی که بابا؟ مشت گلی هیچ که حامد تبریزی نمیشه. دروغ نگو بابا، دروغ نگو. حامد تو با خودت چی کار کردی؟ مشتی افسردگی چه کوفتیه؟ افسردن باید دوباره شروع کنی، اصلا اینجا جای ما نیستیه. ما باید بریم مردم رو بخندونیم. خودتو قبول داشته باش. تو حامد تبریزی بزن بریم مشت گله. بدو بینم سریا بدو. خانم پرستار دیگه هر خوبی بدی دیدین حلال کنین دیگه، اذیتتون کردیم. آقا آمد دارین تشریف میبرین؟ بله با اجازهتون دارم میرم، فقط شرمنده اون شمارتون رو میدم به حادث خانوممون، به حادث خانومتون زنگ بزن انشالله یه وقت بگیرم بیایم کارمون بشه دیگه. دلمون براتون تنگ میشه آقا حامد. قربونتون برم که پنگزی اختیار داریم. خواهش میکنم. بفرمایید بیشتر از این وقتمون نگیر. بفرمایید.
های آقا مهدی داداش، لباس عوض کن بریم، مسخره بازیات چیه؟ من بر نمیگردم خونه، تازه دارم موتور سنجین بازی میکنم. یعنی چی؟ چرا همه رفته بودناشون رو میذارم واسه پاییز؟ چرا پاییز هیچکی بر نمیگرده؟ داداش پاییز چیه؟ باز موتور دیدی جمله سنجین گفتی؟ صفر بچسب، میخوام یه چرخ بزنم. آوردیمش اینجا، این عقلش واقعا کلا تعطیل شد. جوان اول آسایشگاه بودیم تا دلبر اومد. گفتیم خب منطقیه دیگه، یه خانومی با این کمالات، بافتنی، لاک قرمز، خوشگل عین ما هم که اونجور باید عاشقش شیم دیگه. اومد قبل اینکه سلام کنه گفتیم شمایلت چی نیکوست، خندید گفت مال شما بهتره، رفت.